یه پراپو با 10 تا معامله خیلی راحت تر میشه پاسش کرد تا با 50 تا معامله. خیلی ها فکر میکنن اگه تو 50 تا معامله بگیری یعنی سود بیشتری کردی، ولی واقعا توی یه ماهی که 50 تا مثال معامله کردی روی پراپ با ماهی که 10 تا معامله کردی روی پراپ، وقتی میای چک میکنی ژورنالتو میبینی سود خیلی بیشتری داشت و همینطور تارگت های بیشتری داشت تا اون تعداد 50 تا. واقعا همینه، شل کنید، آروم باشین، به تایمش که برسه شما هم معامله میگیریم، معامله میکنیم و نزدیک میشین به اون تارگت هایی که داریم، به اون سودهایی که داریم. و واقعا برعکسش هم همینطور، هر چقدر بیشتر زور بزنی، هر چقدر بیشتر به دنبال پوزیشن باشی، بیشتر معامله بگیری، اصلا به این معنی نیستش که تو داری سود میکنی. اصلا به این معنی نیستش که تو داری رو به جلو حرکت میکنی. اصلا رو به جلوی برات وجود نداره.